بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آرزو میبرم هر کجایی که هستین خوش باشین و از گزند روزگار در امان. شاید در بازار و ممکن در شهر و در قصبه و در جایی که شما زندگی میکنین بعضی ها را دیده باشین که در یک گوشه و کناری که اساسا گوشه و کنار نی که در راه عبور و مرور مردم به اصطلاح نشستن و قضای حاجت دارند. ممکن به این مورد برخورده باشید. ما که ده ها بار و حتی صدها بار برخوردیم، شهروندا و هموطنای خود دیدیم که در جاهای رفع قضای حاجت میکنن که نباید کنن. خب پس آداب قضای حاجت چی هست و آیا اسلام عزیز در مورد قضای حاجت و چگونگی در نظر داشت آداب قضای حاجت حرف و سخنهایی داره یا نه؟ زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی را بیان میکنه در مورد قضای حاجت و دعایی را یاد میده و تعلیم میده برای اصحاب، بر سلمان فارس رضی الله تعالی عنه که یکی از اصحاب جلیل القدر پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم بود، مشرکین و یهود مدینه به استهزا و تمسخر میگه که دینی را با این عظمتش ببین که از استنجا و از رفتن به تشناب و از بیرون آمدن از تشناب حرف و سخن میگه. سلمان فارس رضی الله تعالی عنه در جواب میگه میبالم به این دینی که حتی پا افتاده ترین موارد را هم رویش مکث کرده و بحث کرده و نگذاشته که مردم بدون تعلیم بمانند. پس دوستان عزیز، دین اسلام دینی است که روی تمام موارد حرف و سخنهای خود را داره. خب چگونه قضای حاجت انجام شود؟ اولا ای که جای مخصوص و مکان مخصوص باشه و یعنی پنهان از چشم دیگران باشه. آنچه که ما شما در شهرها میبینیم و در قرا و قصبات میبینیم که یک فرد، یک برادر ما مخصوصا در این مورد برادرها و آقایان بیشتر گرفتار هستند، میبینیم که در راه عبور مرور مردم نشستن و رفع قضای حاجت میکنن. این کار گناه بزرگ هست و انجام از این حتی پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم بسیار زشت و درشت بیان میکنه. دوست عزیز، پس اگر ما ایادت را داریم که در مکانهای عام و در راه عبور و مرور مردم می نشینیم و رفع قضای حاجت میکنیم، بدانیم که کار بسیار اشتباه و اشتباهی بسیار بزرگی را ما مرتکب میشیم. یعنی مکان خاص باشه. یک بحث دوم، هر چیزی که پیش ما هست که در اون نام و یاد پروردگار نوشته هست و آیات قرآن کریم هست، ایره از خود دور کنیم. این پیش بعضی از خانم ها بیشتر می باشه که فرض کنین در گردنشان یک به نام آیت الکرسی شریف نوشته است و در او بدون شک در او فلز طلایی آیات قرآن کریم نوشته هست. یا اگر فرض کنین تسبیح می باشه که نام پروردگار الله در او نوشته است، یا مثلا چیزای دیگه که در او یاد پروردگار، نام پروردگار و آیات قرآن کریم اگر حک می شده باشه، نوشته می شده باشه، اگر این پیش ما هست، پیش از رفتن به تشناب ایره ما باید از خود دور کنیم. بس سوم، پیش از داخل شدن به تشناب دعای داخل شدن به تشناب بخونیم که اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. این را باید بخونیم. بعد با پای چپ داخل شویم، پای چپ را داخل تشناب بگذاریم. یکی از مواردی که من احساس میکنم که بیشتر در نزد آقایان دیده میشه، بسیار فرصت طولانی را در تشناب می نشینند که این نشستن هم خلاف اخلاق اسلامی هست. یعنی زمانی که قضای حاجت تمام میشه و مشکل حل میشه، نشستن بیش از حد هم اشتباه هست و عجله کردن از تشناب هم یکی از مواصفات پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم بود و این توصیهش بر ما شما هست که زمانی که قضای حاجت تمام شد از تشناب شما بیرون شوین. صحبت کردن در وقت قضای حاجت خلاف اخلاق اسلامی هست و ما بعضا میبینیم که بعضی از عزیزای ما در تشناب هست، در بالای کمود نشسته است و در گوشی صحبت میکنه، یا کسی که در دهلیز هست با او صحبت میکنه، کسی که در پشت تشناب هست با او صحبت میکنه و این هم کار نادرست هست. خود پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم ما احادیثی داریم زمانی که قضای حاجت میکرد تلاش میکرد که از چشم مردم یعنی پنهان شود و به دور شود. فرض کنید در کاروانای سفرهای جنگی داشتن، در غزوه ها زمانی که میرفتن، یا ممکن به سفر عمره و جاهای دیگه که میرفتن،
زمانی که قضای حاجت بر اونا پیش میشد کوشش میکردن که از انظار مردم و از دید مردم و از چشم مردم پنهان شود، دور میرفتن و یک جای گوشه و کناری اختیار میکردن که این برای ما این درس میرسانه که ما و شما هم اگر با عزیزای خود و با دوستای خود و با همسفرها هستیم، فرض کنید در یک دشت و بیابان و صحرای روان هستیم، یعنی یک مکان که از چشم مردم پنهان باشه را اختیار کنیم، این زیبنده فرد مؤمن مسلمان هست. بعد از اینکه قضای حاجت تمام میشه، از دست چپ در پاک کردن بدن و در استنجا کردن باید استفاده شود که اگر با دست راست استفاده میشه این هم کار زشت و در حقیقت در مغایرت مخالفت با موازین اسلامی قرار داره که این کار نادرست هست. و پشت کردن به قبله و رو کردن به قبله هم کار نادرست هست. زمانی که ما در فرض کنین تشنابایی که در شهرها و در افغانستان معمولا ساخته شده، این نکته را در نظر گرفتن انجینر صاحبا و کسایی که در کار ساختمان بودن. اما شما زمانی که در جایی هستیم به طرف در یک دشت و بیابان و صحرایی هستیم و قضای حاجت زمانی که پیش میاد، تلاش کنیم که نه رو به طرف قبله باشه و نه پشت به طرف قبله باشه. آرزو دارم که درس برای اطفال نازنین، برای اولادا و برای فرزندا هم یاد بتین تا باشه اونا از سیرت پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم هم تأثیر پذیر شوند. تا دیدار بعد شما را با خداوند یکتا امانت میکنم. الله حافظ و ناصر شما.